در قسمت دوم نمایش هم دوباره ما یه داستان مشابه رو میبینیم، اما با جزئیاتی متفاوت تر. سازنده ها یا معدنچیان رو میبینیم که در حال تلاش برای ایجاد حفره در دل کوه هستن. ناگفته نمونه که این پروژه 9 قربانی داشته که ما فکر میکنیم با 9 خدای سومر یا ایلومیناتیا بی ربط نباشه. این خدایان شرور همیشه نیاز به قربانی دارن و طلب خون میکنن. خلاصه در مرحله بعد سفیدان بلند قامت وارد میشن. در حین رقص‌های عجیب که نمادی از کارکرد بیوقف است، در مانیتور کم کم ماه شکل میگیره و معدنچی‌هایی رو می‌بینیم که با تلاش در حال شکل دهی به این قمر هستن. انسان‌هایی متفاوت با ما که گویی در این عالم سیر نمی‌کنن. بعد از اتمام ساخت ماه، دریچه‌ای به مکان‌های مختلف باز میشه. فرشته‌هایی وارد میشن و سعی به بستن دریچه‌ها میکنن. اونا موفق میشن، اما یکم دیر شده چون موجودات عجیب و تاریک زیادی وارد دنیای ما شدن. یکی از موجوداتی که وارد شدن جزو خوبان هستن و عارفانه وارد دنیای ما میشن، اما در پشت سر اونها فرشته همراه با بز شاخدار هم وارد دنیای ما میشه. این خدا از خدایان مصر باستان و سومریاست. در این مرحله داره نشون میده که این عارفان همون عارفان ایران باستان هستن. عارفانی که با رقص کرمچاله با جهان اصلی ارتباط برقرار می‌کردند. در هنگام ورود بز شاخدار، 2 عارف شیطانی سیاه و بیچهره هم در اطراف صحنه ظاهر میشن و شروع به چرخش میکنن تا دوباره دریچه‌های دنیای تاریک رو باز کنن. بعد از بالا رفتن نه تنها دریچه باز میشه، بلکه فرشته‌ها هم فریب این بیچهره‌های اهریمنی رو میخورن و بالهاشون رو از دست میدن و سقوط میکنن که ما به اونها میگیم فرشتگان سقوط کرده. در هنگام باز شدن دریچه‌ها توسط عارفان بیچهره و اهریمنی، در مانیتور عارفی سفید پوش رو می‌بینیم که نماد روشنایی و پاکیزگیه. این موجود به حدی قدرت گرفته که حتی روی سر عارف پاک هم سایه می‌افکنه. در این قسمت می‌بینیم که تمام کنترل و قدرت زمین به دست این موجود افتاده و عصر تاریک زمین رو فرا میگیره. بز شاخدار با یاغیگری و وحشت پراکنی هم انسان و هم موجودات دیگر رو به وحشت میندازه و همه موجودات رو از خود بیخود میکنه. این موجود شاخدار همراه با سوسکای مصر باستان در تصویر مانیتور دیده میشن. در مانیتور ابعاد به هم ریخته رو میبینیم که با ورود این موجودات ناظران زمین افزایش پیدا میکنن. در ادامه فرشته‌ای که بز رو خلق کرد وارد صحنه شده و با بز شاخدار همبستر میشه. بز در پشت سر فرشته قرار میگیره، اما بعد از همخوابی همین بز تبدیل به فرزند دوباره فرشته مادر میشه، ولی این بار بز شاخدار فرق میکنه و باهوشتر شده. اون دیگه قادر صحبت کنه. اون با وحشت پراکنی و خشونت انسانها رو مرید خودش میکنه. انسانها شروع به پرستش اون میکنن و شیفته اون میشن. در تمام این مدت فرشته ماه در حال نظارته. بز شاخدار روز به روز قدرتمندتر میشه و انسانها روز به روز احمقتر. اونا در اطراف بز می ایستن و بیخردانه اون رو نگاه میکنن و جیغ میزنن. این بار نه فقط انسانها بلکه تمام موجودات بیچهره و عجیب مرید بز شاخدار میشن.
در این لحظه صدای زنگ کلیسا در میاد و همه به سوی صدای زنگ میرن. بز شاخدار میمیره. در این لحظه گاو وارد میشه و با ناراحتی، تعجب و بیخبری شروع به نظارت میکنه. سیاه پوشان وارد صحنه میشن و برای خداشون عزاداری میکنن. این سیاه پوشان هم انسانن و هم جادوگران. بعد از عصر رنسانس دوره و عصر فناوری دوباره فرا میرسه و زمان به جای اولش نزدیکتر میشه. این بار انسان دیگه با بیل و کلنگ کار نمیکنه و نسبت به زمان موازی خودش در صنعت و تکنولوژی پیشرفت چشمگیری کرده. در این لحظه گاو وارد میشه، شاخ رو از سر بز بر میداره و از خوبی و سادگی برای اون عزاداری میکنه، در صورتی که بز شاخدار زنده است و این بار با ظاهر انسانی وارد دنیای ما شده. در این قسمت ملکه‌ای سرخپوش وارد میشه با کیف دستی معروف که روی کیف طرح صلیب کشیده شده. ملکه سرخ در افسانه ها به ملکه خونین و خونریز شهرت داشته. این ملکه همون فرشته بالدار ماهه که این بار خودش رو در ظاهر انسانی نشون داده. این ملکه کسیه که دنیا رو به خاک و خون کشید تا امروز تنها ملکه دنیا باشه. نیازی نیست که این ملکه رو در عصر حاضر معرفی کنیم، چون کاملا تابلوه که اون کیه. بز شاخدار هم با ملکه سرخ هم بستر میشه و هم با دیگر موجودات و همین باعث شده که چندین موجود بیگانه درون زمین زندگی کنن. به لباسهای نارنجی، آرم صلیب و کلاهای تیز توجه کنید. این هم بستر شدن و در واقع همون معاملات رو داره نشون میده. فروش روح در ازای ثروت و یا هر چیز دیگه‌ای. در همین هنگام سیاسیون وارد صحنه میشن و شروع به پول ریختن به پای این موجودات میکنن. این موجودات پا به روی زمین نمیذارن و در واقع در مکانی خاص دارن زندگی میکنن. 3 مرد سیاسی نشون دهنده تعداد کمیه که با این موجودات در ارتباط هستن. در ادامه موجودات عجیب به ملکه کمک میکنن که بچه رو به دنیا بیارن و شروع میکنن به دلبری کردن برای سیاسیون که وسوسه معامله بشن. Voilà, ils mettent d'abord tout le monde chez eux, puis ils nous avaient promis qu'ils recommençaient pas 5h30. Ah ouais, mais alors l'oreillette, elle est pas bonne. C'est pas possible avec lui, les grandes oreilles. Mais non, il y en a une qui va pas, celle de gauche, elle va pas. Hein. Oui, c'est tiré le fil, là. C'est tiré le fil sur la gauche. Ah, monsieur Solari. Ouais. در آخر هم در مانیتور پارادوکس زمانی رو باز می‌بینیم که با ساخت